با یک سلام عشق ما آغاز می شود. سلام به این بانوی با کرامت، وجود مقدس بانوی آبایین حضرت فاطمه معصومه صلوات الله و سلام علیها. با نام خدای سبحان، این پروردگار عزیزتر از جان، آغاز می کنیم و با عشق آن رسول مهربان و خاندان گرامیش این سفره یاد خدا رو پیش روی شما در کنار فاطمه معصومه پهن می‌کنیم. روایتی از امام رضا رو خوندم از کتاب بهارالانوار شریف که در همین حیث و بیس که داشتم این روایت می‌خوندم از آقا جان حضرت ابوالحسن علی بن موسی رضا، تصاویر تشییع و تدفین حجت الاسلام نعیم آبادی امام جمعه محترم بندر عباس، البته امام جمعه سابق بندر عباس رو داشتید می‌دیدید که روح و ریحان و رضوان خدا بر او در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه دفن شدن و بدونیم که ما صاحب داریم، اهل بیت صاحب ما هستن، بیاد ما هستن، برای ما دعا میکنن و خدا رو شکر که باز همین سفره یاد خدا کنار اهل بیت پهن شده. استاد عزیزم دکتر حاج ابوالقاسم عزیز و نازنین باز هم کنار ما هستند، دانای راز این بزم معرفتی و بصیرتی ما هستند، برای یاد خدایی که میخوایم در دل و جانمون زنده بکنیم. پیش روی شما باشین عرض سلام و خوش آمد و تسلیت شهادت آقا جان حضرت سجاد دارم. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمد. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز و عرض تسلیت دارم به مناسبت سال روز شهادت امام سجاد زین العابدین سلام الله علیه. سلام الله علیه. خیلی خیلی متشکرم. یه بحث خیلی شیرین رو استاد حاج ابوالقاسم آغاز کردیم، نصرت الهی. ما همیشه تو زندگی واقعا دوست داریم یکی ما رو کمک کنه، از این کمکی لذت میبریم، کیف میکنیم و چه کمکی بهتر از کمکی که یا ناصر من لا ناصر له، هیچ یاوری مثل اون نیست، هیچ مهربانی مثل اون نیست، هیچ رفیقی مثل اون نیست. جلوه های نصرت الهی رو استاد فرمودید در جنگ احد، جنگ بدر و غزوه خیبر، اون اتفاق بزرگ و سترگ و خارق العاده امیرالمومنین رو فرمودید و اینکه فرمودید نصرت الهی به گونه‌ای هستش که خداوند فرموده من یک نفر شما رو در مقابل 10 نفر اونها برتری میدم، امتیاز میدم، یاری میکنم. باز هم از نصرت خدا بشنویم که این نصرت خدا به قول معروف چه رنگیه و چه عطری داره و زندگی ما رو به چه سمت و سوی خواهد برد. بله حتما ان شاء الله نکاتی رو عرض میکنیم راجع به همین مطلبی که اشاره کردید که دیروز گفتیم. من یک نکته مقدماتی بگم. ممکن است کسانی بگن خب این که خدا یک نفر رو مقابل 10 نفر پیروز میکنه که تو قرآن همچین چیزی گفته، اینا فقط مال قدیم بوده، چرا حالا اینجوری نیست؟ جواب بدیم که حالا هم همینطوره. مگه ما 8 سال دفاع مقدس مقابل 40 کشور قرار نگرفتیم؟ بله. ببینن بینندگان مطالعه کنن، جستجو کنن ببینن چه کشورهایی در این 8 ساله روبروی ما بودن، چه اسیر داشتیم از کشورهای مختلف. اما خدا کاری کرد امروز بعد از سالها از اون دفاع مقدس نام امام ما زینت بخش برخی از بزرگراه‌های کشور عراق هست. بله بله. تصویر سرداران ما مثل شهید سلیمانی و برخی دیگر از سرداران در بزرگراه نجف تا کربلا در گوشه و کنار چشم و دل بیننده رو شاد میکنه. این یعنی پیروزی. خدا یک کشور رو که تنها بود در مقابل 40 کشور پیروز کرد. در همین دفاع مقدس 12 روزه فکر نکنیم که فقط رژیم صهیونیستی مقابل ما بود. اصلا و ابدا. امریکا به عنوان مهمترین حامی و کشورهای مستکبر اروپایی هم بسیارشون حمایت کردن، بعضی اصلا رسما حمایت کردن، بعضی سکوت کردن ولی پشت صحنه حمایت کردن. ایران اسلامی پیروز شد. بله. این مال این دوره هم هست. این نکاتی که میگه مال همیشه تاریخ. خدا همیشه مؤمنان رو در برابر کفار یاری میکنه و این نسبتی است که در طول تاریخ بارها و بارها دیده شده. 1 بر 10 تا پیروز شد. بسیار عالی. در ادامه راجع به نصرت الهی باید عرض بکنم خدای متعال یکی از مهمترین راههای نصرتش بهره‌گیری از سپاهیان و لشکر آسمانی است. بله. این کلمه خود کلمه شاید مبهمی به ذهن برسه. یعنی چه لشکر آسمانی؟ ببینید خدا در سوره مبارکه فتح 2 بار این واژه رو به کار برده. یکی آیه 4، یکی آیه 7. ولله جنود السماوات والارض. خدای سپاهیانی داره، اینا تو آسمان ها هستن، تو زمین هم هستن، ولی اینا از نگاه شما انسان ها ناپیدا هستن و دیده نمیشن، نامرئی هستن.
سپاهیان نامرئی خدا در آسمان ها و در زمین. اینا از چه جنسی هستند؟ اینا از جنس حوادث طبیعی، از جنس پرندگان، از جنس عرض کنم که حتی حشرات. یه عنکبوت یهو می‌بینیم میشه سپاه الهی و سرباز خدا. یه پرنده میشه سرباز خدا. بله، باد میشه سرباز خدا. باد میشه سرباز خدا. آقا مگه اینا همه در اختیار خدا نیستن؟ بله. اینا یکی از جلوه‌های نصرت الهی. حالا من چند تا نمونه خدمت شما عرض بکنم. ماجرای هجرت پیغمبر از مکه به مدینه رو همه شنیدن که مشرکین تصمیم گرفتن پیامبر رو به قتل برسونن. فرشته وحی الهی خبر داد، پیغمبر مأمور شدن که هجرت بکنن از مکه به مدینه. شبانه از خانه بیرون اومدن، امیرالمؤمنین سلام الله علیه ایثار کردن، جای پیغمبر خوابیدن که دشمن متوجه خروج حضرت نشه. حضرت همین که اومدن از مکه خارج میشن، یه عده از مشرکان سر راهشون سبز شدن. در تاریخ هست که حضرت مشت خاک برداشتن به سمت اونا پاشیدن. این آیه رو خوندن: و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. در مقابل چشم اونها و پشت سر اونها سدی قرار دادیم و با این سد اونها رو پوشاندیم و اونها نمیبینند و اونها ندیدن پیغمبر رو. اینجا اولین نصرت الهی که خاک نابینا میکنه دشمن پیغمبر. پیغمبر برخلاف جهت مدینه حرکت کردن برای اینکه دشمن پی نبرد، به سمت جنوب مکه رفتن، با اینکه مدینه در شمال مکه است. رفتن به غار ثور رسیدن و در درون غار پناه گرفتند. دشمنان وقتی مطلع شدن پیغمبر در جای خودشون نیستن، فهمیدن که ایشون حتما از مکه به سمت مدینه یا جای دیگری رفتن، لذا کل منطقه حومه مکه رو گشتن. جای پای پیغمبر رو بعضی ها که حالا کارشون این بود شناختن، اومدن تا دم درب غار. در کنار درب غار 3 تا اتفاق افتاده بود. یک درختی که اونجا یا بود یا رویید، شاخه‌های خودش رو آورد مقابل درب غار، به گونه‌ای که هر کس نگاه میکرد میگفت حتما کسی داخل غار نرفته، چون این شاخه‌ها قاعدتاً باید میشکست. پرنده آمد در همونجا لانه گذاشت و تخم کرد. عنکبوتی بر درب غار یک تاری تنید و مشرکین به اونجا که رسیدن، اون راهنماشون گفت این آقایی که دنبالشید تا اینجا قطعا اومده، اما از جواب من نمیفهم کجا رفته، یا با آسمان رفته یا زیر زمین، چون داخل این غار که قطعا نرفته. این درخت و این تار عنکبوت و اینا. خدا همین واژه جنود رو اینجا به کار برده، میگه اگر کمک پیغمبر نکنید من خودم کمکش میکنم. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذین کفروا. اون روزی که کفار از خونه و کاشانه بیرونش کردن، میگه که و ایده به جنود لم تروها. در پایان آیه اینه خدا او رو با لشکریانی که شما ندیدید اون لشکریان را یاری کرد. پیغمبر تک و تنها، پیغمبر مورد بیمهری قومش قرار گرفته، تصمیم به قتل او گرفتن، خدا به کمکش میاد. با چه ابزاری؟ با عنکبوتی که قرآن او رو و خانه او رو سسترین خانه ها میدونه. و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت. میخواد بگه آی ملت بدونید من با سسترین خانه ها پیغمبر خودم رو یاری میکنم. با پرنده ای که اون پرنده از نگاه ما هیچ قدرتی نداره، با درختی که اون درخت از نگاه ما زبان نفهمه، یعنی درک و شعوری نداره به خیال ما. نه اینطور نیست، اینا همه سپاهیان الهی هستن. ولله جنود السماوات والارض. مورد دیگه هم عرض بکنم در این بخشو ببینیم، مورد بخش بعد بریم، اشکال نداره. خیلی ممنونم. یاد خدا پیش روی شماست. حرم عمه جانمون حضرت فاطمه معصومه هستیم. موکب حضرت فاطمه معصومه در مسیر نجف کربلا در ایام 40 عمود 1080 هستن که میخوان در این موکب مشارکت بکنن. عدد 22 رو به 301122 بفرستن و ان شاءالله اونا هم خادم فاطمه معصومه باشن در ایام 40. یاد خدا رو تقدیم حضورتون میکنیم، با ما همراه باشید. بفرمایید. عصرها و لحظات زیبای قبل از اذان مغرب دلمون رو گره میزنیم به این پنجره ارادت و محبت، به این ذریح پر از
زیبایی و نجابت حضرت فاطمه معصومه و زائر هستیم. خدا رو شکر که شما هم زیارت میکنید. انشالله که حاجاتتون به حق محمد و آل محمد به هدف اجابت برسه. اما داریم در خصوص نصرت الهی صحبت میکنیم با استاد حاج ابوالقاسم. آل خدمت. یه مورد رو عرض کردیم بله. در لحظه هجرت پیغمبر از مکه به مدینه. مورد دوم مورد جنگ احزاب هست. بله. که اونجا باز خدا این واژه رو به کار برده، میفرماید یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ جاءتکم جنود. بیارید نعمت خدا رو که سپاهیان شرک مقابل شما سفارایی کردن. فارسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروها. ما طوفانی فرستادیم، سپاهیانی فرستادیم که شما اون رو ندیدید. و کان الله بما تعملون بصیر. 33 روز مدینه رو محاصره کردن. بعد از 33 روز، حالا اون ماجرای به درک واصل شدن عمرو بن عبدود توسط امیرالمومنین علیه السلام هم رخ داد. اما بعد از 33 روز باد وزید، طوفان وزید، گرد و خاک بلند شد، شنهای بیابان. حضرت آقای جوادی اینا جنود الهی، بله. مأموران خدا هستند. بله. خیمگاه اینها رو به هم زد، اسباب و اساسشون به هم ریخت، سرمای شدید، اصلا لشکرشون پراکنده شد و دیگه نتونستن سپاهی برای مقابله با پیغمبر بعد از این فراهم. استاد چون آماده بودن در جنگ احزاب کار رو تمام بکنن، یعنی کار خودشون تمام، یعنی می‌خواستن حتی یک قدم عقب ننشینن و قطعاً کار رو تمام کنن. یهود هم از پشت سر به پیامبر خیانت کردن، اما همونجوری فرمودید نصرت الهی. این طوفان که از جنود الهی است، فقط اون روز که از جنود الهی نبود، امروز هم هست. در طبس هم بود. در طبس طوفان آمد و نشون داد که خدا باز هم یار و یاور ماست. من یکی از نمونه‌های امدادهای غیبی و جنود الهی رو در دفاع مقدس 8 ساله رو عرض بکنم. در عملیات سامن الائمه که برای شکست حصر آبادان انجام گرفت، می‌نویسند که در کنار رود کارون بود منطقه عملیات و نفتی رو حالا از جایی پالایشگاهی اصابت کرده بود. چی شده بود؟ نفت غلیظی روی رود کارون جاری بود و این نفت آتش گرفته بود. وقتی نفت آتش گرفت، دود غلیظی منطقه رو گرفت. همون لحظه انجام عملیات و اون ساعتی که می‌خواستن عملیات بکنن، که با وجود این دود نمیتونستن عملیات بکنن. شهید خرازی دعا و تضرع کرد. می‌نویسن در اون عرض کنم که منطقه و در اون فصل از سال وجود طوفان بی سابقه بود، اما ناگهان طوفان عجیب و غریبی وزید و تمام این دودها رو جمع کرد و برد. الله. شهید باقری رضوان الله تعالی علیه، برادر همین سرلشکر باقری عزیز که اخیراً به ملاقات برادرش پیوست، ایشون اونجا دست یکی از فرماندهانی که گاهی نسبت به امدادهای الهی انکار داشت، تردید میکرد، میگه اینا خرافات، دستشو گرفت گفت ببین نگو ما خرافاتی هستیم. آخه تو این فصل، تو این سرزمین، تو خود اینجا وقت طوفانه این طوفان رو خدا رسونده که مشکل ما رو حل کنه. نمونه دیگه هم عرض بکنم چون وقت برنامه هم کم هست. یادی کنیم از سردار درها شهید حاج قاسم سلیمانی، ایشون نقل میکنه از یکی از فرماندهان حزب الله لبنان، میگه که در جنگ 33 روزه ایشون گفته بود که ما بسیاری از نقل و انتقالاتمون تو شب انجام میپذیرفت. اصلا میخواستیم ببریم نیروها رو، میخواستیم جابجا بکنیم، شب این کارو میکردیم. رژیم صهیونیستی هم هلیکوپترهای دید در شب داشت و لذا ما رو تو شب هم میدید و شکار میکرد و شهید میکرد، بچهای ما رو شهید میکرد. گفت اصلا عاجز شده بودیم، روز که نمیتونستیم تحرکی داشته باشیم، شب هم با هلیکوپترهای دید در شب میومد سراغ ما. این فرمانده حزب الله لبنان میگه من متوسل شدم به حضرت زهرا سلام الله علیها. شب در عالم خواب، یعنی استراحت مختصری میکردم، یه وقت دیدم که مشرف شدم محضر زهرای مرضیه. گفتم بیبی جان من شیعه شما هستم، ما شیعه شما هستیم، شما میدونید وضعیت ما رو میبینید، به داد ما برسید. گفت بیبی زهرای مرضیه سلام الله علیها دست کردن از داخل آستینشون یه پارچه‌ای در آوردن، یه تکونی دادن، گفتن که حل شد، برو نگران نباش. میگه از خواب بیدار شدم و به بچه‌ها اطرافیانم گفتم خبر خاصی نشده؟ گفتن نه. ایشون میگه ما اخبار رو هم به خاطر اطمینان از طریق به اصطلاح بی سی و اینها منتقل نمی‌کردیم، با پیک خبرها رو منتقل. گفت یه 20 دقیقه بعد آمدن با خوشحالی به من خبر دادن که آقا یکی از هلیکوپترهای دشمن رو به صورت اتفاقی ما شلیک کردیم و این اصابت کردیم اون هلیکوپتر، و هلیکوپتر پر بوده از افسران رژیم صهیونیستی.
و اینها الان متعجبن که ما اولا چطور تونستیم هلیکوپتر اینا رو تو شب بزنیم، شناسایی کنیم، ثانیاً از کجا فهمیدیم این هلیکوپتر پر از افسران رژیمه. گفت دیگه بعد از اون هلیکوپترهای دید در شب دیگه نیومدن و ما راحت تونستیم شبها کارهامون رو انجام بدیم. ببینید ولله جنود السماوات و الارض، این سپاهیان خدا امروز هم هستن، در طول تاریخ بودن، همیشه هستن. مهم اینه که ما بیایم پای کار، تمام توان خودمون رو بیاریم، خدا هم به ما کمک میکنه. حالا اگر وقت هست من یه روایتی هم راجع به سید الشهدا عرض کنم. یک دقیقه وقت، 2 دقیقه وقت داریم. 2 دقیقه بسیار. من 1 دقیقه این روایت رو جمع میکنم. ممکن است کسانی از بینندگان بگن خب این جنود سماوات و عرض چرا به کمک امام حسین نیومدن؟ سلام الله علیه. سلام الله علیه. جواب اینه که اومدن. هزاران نفر از فرشتگان آمدن خدمت سید الشهدا. حضرت خودشون نخواستند. چرا؟ در روایت هست از امام صادق علیه السلام در کتاب شریف کافیه، میگه خدای متعال نصرت و پیروزی رو بر امام حسین نازل کرد، حتی کان بین السماء و الارض، بین آسمان و زمین بود این نصرت. ثم خیره، مخیر شده امام حسین، گفتن حسین جان پیروزی رو میخوای یا لقاء الله را؟ فاختار لقاء الله تعالی. گفت من ملاقات پروردگار رو بر پیروزی ظاهری ترجیح میدم. چرا شو باز باید اولا ملاقات پروردگار چیزی بالاتر از این وجود نداره و شهید به لقاء الله نائل میشه. ثانیاً امام حسین میدانست که با شهادت حضرت کار امت صدها سال جلو میفته و پیروزی امت رسول الله و حفظ و حراست از آرمان رسول الله در گرو شهادت امام حسینه. بله ممکن بود ایشون پیروز بشن، ولی اون اتفاقی که با شهادتشون رخ داد با پیروزی ایشون رخ نمیداد و لذا امام حسین علیه السلام آماده شهادت شد و این نصرت الهی رو در مقابل شهادت ترجیح نداد و لقاء الله رو ترجیح داد. بنابراین یادمون باشه خدا یار و یاور ماست. ما باید پای کار خدا و اولیایش باشیم، ان شاءالله پیروزی نصیب ما خواهد. خیلی متشکرم استاد جواد قاسم عزیز و نازنین. آقا بهره‌مندی از نصرت الهی شیرینه، چی بهتر از پیروزی و نصرتی که خدا نصیب آدم میکنه؟ آقا چیکار کنیم از نصرت بهره‌مند شیم؟ استاد فرمودن ان تنصر الله ینصر، شرط داره، ما باید خدا رو یاری کنیم، باید همیشه تو رکاب خدا باشیم، باید همیشه اهل یاری و یاوری دین خدا، یاران خدا، دوستداران خدا، مؤمنین باشیم. قطعا نصرت الهی هم به ما خواهد رسید. استاد خیلی ممنونم، متشکرم. خیلی متشکرم که با ما همراه بودی. شهادت آقا جانمون سید العباد امام سجاد رو خدمت شما یک بار دیگه تسلیت و تعزیت عرض میکنم. از کنار حرم عمه جانمون حضرت بانوی آب آینه فاطمه معصومه صلوات الله و سلام علیها سفره معرفت یاد خدا رو پیش روی شما پهن کردیم. گل یاد شما رو اینجا می‌کاریم و نائب الزیاره شما هستیم. ان شاءالله فردا هم کنار شما خواهیم بود با یاد خدا. ما رو دعا کنید. یا علی مدد. خدا نگهدار.